با عرض هم خدمت دوستان عزیز، با یه تحلیل دیگه از بیت در خدمتتون هستیم. امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه ساعت 2:42 و قیمت بیت هم $109,300 تقریبا در حال معامله است. بچه من یه خورده حالم خوب نه، تحلیل نذاشتم الان هم به خاطر اینکه دیدم ممکنه یه وقتی اشتباه کنید گفتم این تحلیل رو بذارم. خب آخرین تحلیلمون چی بود؟ گفتیم که من توقع دارم که این بالا رو بزنه، منتها قبلش میتونه بیادش رو این محدوده. اگر خواستیم لانگ بگیریم این بین مسیر نگیریم، منتظر بشیم بیادش این محدوده. اگر لانگی باشه اینجاست. برای پوزیشن شورت هم که دیگه گفتم والا خودتون میدونید میخواین اینجا تا اینجا رو بگیریم. من خودم نمیگیرم تا وقتی که این بالا رو نزنه یا این کف شکسته نشه. خب قیمت اومدش اینجا و توی نمودار بای بیت این کف رو زد، توی بایننس نزد و خیلی از صرافی نزدش و خب فرق میکنه یه بیسی زده بشه یا نزده باشه. منطقه ملاک من نمودار بای بیته، من فکر میکنم که این بیسی که ما اینجا علامت زدیم گفتیم که قیمت رسیدش اینجا میشه وارد معامله لانگ شد، رسیده قیمت بهش و بایننس اینه که نرسیده. البته اونم مویی نرسیده، شاید اختلاف $1 $2 نرسیده. من فکر میکنم که قیمت رسیده و اگر چیزی باشه همین محدوده است. اگر قرار کاری انجام بده همین محدوده که همین الان قیمت درگیرشه و به خاطر این الان ویدیو چت گذاشتم، گفتم حالا ممکنه قیمت بیاد اینجا به شما کانفرم بده، اینجا دیگه کانفرم که میده معتبر نیستش و من اینجا رو اگر قیمت برسه که این محدوده کانفرم بده پوزیشن نمیگیرم و اگر قیمت بیاد این کف رو بشکنه، همین محدوده که الان درگیرشه، حالا کفش هم که کف همین شدوه، اینجا رو بشکنه، من یه صبر میکنم زیر این کندل رو بزنه ببینیم نگه میداره یا نه. اگر اینجا رو زد بعد کانفرم داد، دید تایم 3 ساعته کندله برگشتی داد، بعدش هم تایم 15 دقیقه میتونیم وارد بشیم و به تارگت اینجا. البته تارگت اینجا که یه دونه تارگت همون کف میشه، همینجوری لول به لول دیگه. پس خواستم بگم که اگه قیمت اومدش توی این محدوده دنبال ورود لانگ نباشید، یعنی این محدوده 108 و 200 تا 107 تقریبا صبر کنید اینجا رو ببینیم تکلیف چی میشه. چرا برای اینجا صبر کنید؟ چون اگر اینجا بشکنه بازم زیر چیزی نیستش و قیمت میتونه تا همون محدوده نقدینه که منتظرش بودیم برگرده، محدوده 105 زیر 105 همون 104 و 600. ببینید در کد ما 2 تا محدوده نقدینگی داریم تو تایم دیلی. یه دونه این بالای این کندلاست، محدوده بالای 107 که نزده هنوز، یه دونه زیر 105 200 که اینجا هم نرسیده. اینکه کدومشو اول میزنه معلوم نیستش که لول به لول باید نگاه کردش دیگه. من خودم فکر میکنم اینجا رو نگه داره، حتی دیلی بالا هم کلوز بده، بعد بیادش این نقدینگی رو ببینه، حالا بعدش از اینجا بخواد ادامه حرکتشو بده فکر میکنم، ولی هنوز کانفرم اینو ندارم و البته تا وقتی که کانفرم اینو نداشته باشم تارگت قیمت این شکلیه. من فکر نمی کنم این حرکت بخواد اتفاق بیفته، ولی خب تا وقتی کانفرم نده این شکلیه دیگه، تارگت قیمت نقدینگی این پایینه. خب چجوری کانفرم بگیریم؟ الان بهترین تایم فریم که هم ورود از دست دادیم هم ریسکش کمتر باشه تایم فریم 30 دقیقه است. حالا این محدوده رو میتونید علامت بذارید از همین زیر همین کندل که الان بهش برخورد کرده. حالا ممکنه این محدوده یه کاری بکنه دیگه، حتی میتونه این محدوده آبی هم بیادش، حتی میتونه با زیر اینو بزنه ولی حفظ بشه اینجا، از دستش نده تو تایم 30 دقیقه. بعد توی برگشتش به بالا توی کانفرمایی که داد میشه وارد شد، به شرط اینکه این محدوده بیسی که اینجا درست میکنه، الان مثلا بیس 30 دقیقه همون اینجاست، به شرط این بالای بیسی که درست میکنه تثبیت بده، اون موقع میشه وارد پوزیشن لانگ شد تا به تارگت های که حالا بین مسیر اون محدوده های عرضه‌ای که درست میکنه به تارگت نهایی این بالا. هنوزم دارید میبینید دیگه از همین بالا که اومده
آخرین بیسی که ما داریم همینجاست، واکنشه بر مطلب. چرا حالا فکر میکنم اینجا نگه داره برگردونه به سمت بالا؟ خاطر این الگوی کلامی که اینجا ساخته. ما یه دونه الگوی کلام داریم که اینجا محدوده کلام لولشه، اینجا محدوده انتیلشه، کلام لولشه، میتونه اینجا رو نگه داره قیمت رو. حتما حداقل تایم فریم 30 دقیقه کانفرمش رو بگیریم. تایم فریم 30 دقیقه به پایین هم خیلی ریسکیه. حالا بر فرض مثلا میادش الان اینجا موقع باید بیاد بالای این محدوده، اگه اومد اینجا باید بیاد بالای این و اینجا رو کلوزای 30 دقیقه داشته باشیم که میشه وارد پوزیشن لانگ شد. برای پوزیشن شورت چی؟ برای پوزیشن شورت باید این کف شکسته بشه توی این محدوده، بعد حالا دنبال ورود پوزیشن شورت میگردیم، چون از همینجا میتونه پولبک هایی رو دوباره به همین سطح ها بزنه که اون موقع وارد پوزیشن شورت میشه شد، یا بیاد این کف رو بشکنه دوباره پولبک بزنه. حالا الان فکر نمی کنم شرطیش رو داشته باشه. ساعت 4 انگار اخبار شاید یه حرکتی سریع اتفاق بیفته. برنامه من چیه؟ برنامه من اینه که یا بیادش اینجا به من کانفرم بده، میگم اینجا بیاد کانفرم میده، یعنی اینجوری نیست شادو بخواد بزنه، یا هم بیادش تو این محدوده به من برسه اینجا، من اصلا بدون کانفرم من وارد میشم، یعنی محدوده 3400 اینا بیاد وارد میشم. این چیزی که این پلنی که دارم میگم برای اخبار یه دفعه دیدید دیگه، ممکنه اصلا اینجا بیادش تا اینجا و دوباره از اینجا با سرعت برگرده بالا. اگه این اتفاق افتاد یا اینجا لانگ میگیرم یا اینجا شورت میگیرم، چون اخبار است بین این مسیر کاری انجام نمیدم، چون دقیقا خالیه دیگه، اینجا رو بشکنه تا اینجا میاد بشکنه، اصلا کلا خالیه دیگه. محدودهای نقدینگیه که طول میکشه، محدودهای نقدینگی تا بخواد کانفرم بده طول میکشه، چون اخباره خب میتونه شارپ تا همین محدوده زیر 105 بیادش. برای شورت هم که همینجوری میتونه بیادش اینجا و حتی کانفرم نده بره ATH بزنه. این هم از این گفتم فعلا تا تحلیل یوتیوب بذارم اینو ببینید، ببینم تا کندل امشب بسته بشه ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.